امروز میخوام درباره یک ویروس بسیار خطرناک و کشنده صحبت کنم. ویروسی که حتی از کرونا و مریضی ها و بیماری های دیگه هم خطرناکتره، اما برای آرتیست های موسیقی. ویروسی که بین اهالی موسیقی ایران و آرتیست های ایرانی خیلی همه گیرتر از نقاط دیگه دنیاست. ویروس بلا تکلیفی، ویروسی که به جون خیلی از آرتیست ها ممکنه بیفته و براشون دردسرهای بدی ایجاد بکنه. ممکنه این ویروس یک آرتیست رو تا مرز خودکشی هنری ببره و کاری کنه که دیگه هیچ اسم و اثر و نشونی از اون آرتیست باقی نمونه. سلام، به قسمت سوم چارت آکادمی خوش اومدید. ساده ترین تعریف من از ویروس بلا تکلیفی در میان آرتیست های موسیقی اینه که یک چیزی رو میخوان اما نمیدونن چی میخوان، یا اینکه یک کاری رو میخوان انجام بدن ولی نمیدونن چه کاری. و این میشه که ماها، سالها یک آرتیست توی یک چرخه تکرار و تکرار گیر میفته و نمیتونه خودش رو نجات بده. متاسفانه ویروس بلا تکلیفی به اشکال مختلف و در میان انواع آرتیست ها دیده شده و همچنان هم دیده خواهد شد. بین آرتیست های جوون و تازه کار یه جور، بین آرتیست های سرشناس هم یه جور. یه تجربه رو میخوام بهتون بگم، اونم این که چند وقت پیش بود یه آرتیستی به ما مراجعه کرد و از ما خواست که یک پلن تبلیغات برای یکی از قطعاتش بنویسیم و یه نکته خیلی جالبی رو مطرح کرد. اونم این که گفت میخوام کارم تو یک جای غیر از تلگرام و اینستاگرام تبلیغ بشه و دیده بشه. ببینید، ما برای بحث تبلیغات 2 تا بستر خیلی مهم و اساسی داریم: 1 اینستاگرام، 2 تلگرام. در گزینه‌های بعدی پلتفرم‌های جهانی موسیقی، وبسایت‌های موسیقی و مواردی از این دست رو داریم. من همه این موارد رو برای این دوستمون توضیح دادم و گفتش که نمیدونم، فقط یه جای غیر از اینستاگرام و تلگرام میخوام کارم منتشر بشه. در نهایت هم حرفی که به ما زد این که شما متوجه نمیشید من چی میگم و باید برم سراغ یکی دیگه. من خیلی تلاش کردم این آرتیست رو قانع کنم و ازش بخوام که دقیقاً منظورش چیه، کجاست، اما توی بلا تکلیفی بود و خودش هم نمیدونست که چی، کجا یا چطور. مثلا بهش گفتم شما میتونی توی بیلبوردهای سطح شهر برای اثر خودت تبلیغات بکنی که خب یه هزینه بسیار گزافی داره با بازدهی بسیار کم برای مورد شما و برای آرتیست موسیقی. گفتم میتونی مثلا بیای تو نشریات مکتوب بری تبلیغات انجام بدی برای کار خودت، ولی خب متاسفانه الان نشریات مکتوب ما توی یه شرایطی هستن که خودشون نیاز دارن یکی واسهشون تبلیغات کنه و نمیتونن تبلیغ کس دیگه رو به خوبی انجام بدن. اما در هر صورت نمیدونست و فقط یک چیزی رو هی تکرار میکرد و آخرم کار خودش رو انجام داد. توی یه مورد دیگه یه آرتیستی اومد به ما مراجعه کرد و از ما خواست که براش موزیک ویدیویی رو بسازیم. ما گفتیم که خب چه ذهنیتی داری، چقدر بودجه داری و چه کاری اصلا خودت مد نظرت انجام بدی تا ما مشاوره ها و راهنمایی های تکمیلی رو بهت بدیم. اومد برای من یه سری نمونه ها فرستاد از موزیک ویدیوهای آمریکایی و اروپایی که باورتون نمیشه هر کدوم از اونها چند میلیون دلار بودجه تولیدش بود و خیلی هم اصرار داشت که این مدل ویدیو رو میخواد کار کنه. من صحبتی که باهاش داشتم این بودش که حتی اگر بودجه چنین کارهایی رو هم داشته باشی، در این مقطع و شرایطی که تو توش هستی نیازی نیست اصلا این کار رو انجام بدی. اما در نهایت تصمیمش این بود، رفت با یک کارگردانی یه ویدیویی رو تولید کرد، چند صد میلیون هزینه کرد و یک خروجی بسیار بی‌کیفیت و بد رو آورد. یک روز به من زنگ زد خیلی خوشحال و خندون که فلانی پاشو بیا بریم موزیک ویدیویی که تولید کردم رو ببین. و ما رفتیم، واقعا یه خروجی بسیار بد بود با یه عدد چند صد میلیونی که حتی شاید میشد با اون عدد یه فیلم سینمایی ساخت. ولی خب اون کارگردان دیگه موقعیت رو درک کرده بود و جیب خودش رو حسابی پر پول کرده بود.
همچنان همگاهی اوقات من به این فکر میکنم که صحبتهای من با اون آرتیست چرا نتیجه نداد و تهش میرسم به این که دوچار بلا تکلیفی بود و خودش هم نمیدونست چه کاری میخواد انجام بده و یه ذهنیت‌های گنگی صرفاً داشت برای اینکه میخواد یک موزیک ویدیو رو تولید بکنه. توی یه مورد دیگه بخوام مثال بزنم، خانم موزیسیانی به ما مراجعه کردن برای کاور یا اصطلاحاً آرت ورک یک قطعه بی کلام درخواست همکاری داشتن. ما اومدیم براشون چند تا کاور طراحی کردیم، فرستادیم، ادیت زدن، رفت برگشت. در نهایت این بود که میگفت خوب نیست. گفتیم خب چرا خوب نیست این کاورا؟ دلیل چیه؟ همیشه هم این استدلال رو این خانم موزیسین داشت که من خودم گرافیستم و این کارهایی که شما تولید کردید خوب نیست. ببینید، اینکه شما گرافیست باشید، اینکه شما سررشته یا تحصیلات مثلا سینما داشته باشید، دلیلی بر این نمیشه که بتونید یک کاور یا گرافیک خوب تو حوزه موسیقی یا یک ویدیو یا تیزر خوب تو حوزه موسیقی تولید بکنید. به این دلیل که گرافیک یا تیزر یا ویدیو توی مارکت موسیقی یک سری استانداردها و چارچوب‌های خودش رو داره و مثلا با گرافیک نمایشگاهی یا گرافیک دانشگاهی خیلی متفاوته. اون خانم هم مدام به ما میگفت این خوب نیست، اون خوب نیست و هیچ دلیل منطقی و قانع کننده‌ای هم نداشت برای اینکه چرا خوب نیست. در نهایت من گفتم که ما از اینجا به بعد نمیتونیم با شما کار کنیم، به این دلیل که نمیدونیم شما چی میخواید و خودتون هم نمیدونید چی مد نظرتونه که بخواید به ما منتقل کنید. اون خانم رفت، الان بالای 1 سال و نیمه که قرار آهنگش رو منتشر بکنه، کاور خوب و حرفه‌ای هم براش بزنه و همچنان این کار رو انجام نداده. موضوع بلا تکلیفی توی آرتیست های مطرح و سرشناس ما ابعاد دیگه ای داره. بخوام یه مثال براتون بزنم، چند وقت پیش یک آرتیست خیلی معروفی، یه خواننده معروفی به ما مراجعه کرد و گفتش که من نزدیک 2 سال فعالیت خاصی توی اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی نداشتم و میخوام دوباره توی این حوزه فعالیت خودم رو شروع کنم و چه کاری باید انجام بدم. یه پلن 3 ماهه ما آماده کردیم، به ایشون دادیم و گفتیم که در قدم اول این پلن 3 ماهه رو باید استارت بزنیم. اولین کاری که ما با ایشون منتشر کردیم، به فاصله حدود 1 هفته بعد، تقریبا 10 روز بعد، یه روز دیدم که به من یه وایسی داده و گفته که آقا من از مدل کاری شما راضی نیستم، دوست ندارم با هم دیگه همکاری کنیم و موارد اینجوری. دلیل رو که ازش پرسیدم، گفتش که دوستان به من مشاوره دادند و گفتن که کار شما خوب نبوده و یکی از دلایل من هم اینه که ما تو پیج های مختلف که باز میکنیم ویدیوی من رو نمیبینیم و دلیلش چیه، مشکلش چیه، داستان چیه. اولین و مهمترین نکته که من بهش گفتم این بود که شما اگر دوستانی داشتید که تو این زمینه بهتون مشاوره بدن، دیگه چرا سراغ من و مجموعه ما اومدید؟ و اگر سراغ ما اومدید پس باید اعتماد کنید حداقل اون 3 ماهی که ما براتون برنامه ریزی کردیم رو پیش بریم و بعدش بیایم قضاوت کنیم، نه اینکه توی 7 تا 10 روز اول. و این بود که من فهمیدم متاسفانه اطرافیان آرتیست های معروف ما نقش بسیار عمده‌ای تو بلا تکلیف شدن آرتیست های معروف دارن. یعنی چی؟ یک سری آدم همیشه دور آرتیست ها و خواننده های معروف ما هستن که مشاوره های غلط و راهنمایی های غلط میدن، اون هم تو حوزه هایی که هیچ تخصصی توش ندارن، از جمله همین بحث تبلیغات و رسانه که ما میخواستیم با یک آرتیستی که عرض کردم کار کنیم، نتیجهش اون شد. این افراد متاسفانه صرفاً برای اینکه باب میل اون خواننده معروف صحبت کنن و خودشون رو تو دل اون خواننده معروف جا بکنن، میان یه سری نظرات عجیب و غریبی رو میدن که اون خواننده بدتر سردرگم میشه، بلا تکلیفتر از گذشته میشه و یهو تصمیماتی میگیره، کارهایی میکنه که اصلا بیا و ببین همه انگشت حیرت بر دهان میگزند. از طرف دیگه متاسفانه یک لفظی وجود داره بین خواننده های معروف ما مبنی بر این که میخوایم یک کار متفاوت انجام بدیم و این موضوع که میخوایم کار متفاوت انجام بدیم شده آفت جون خواننده های ما که میان یه آهنگی رو میخونن یا یه کنسرتی رو برگزار میکنن یا یه پستی استوری تو شبکه‌های اجتماعی میذارن که همه تعجب میکنن که آقا چرا اصلا تو همچین کاری رو کردی؟ همش به این دلیله که تو ابتدای صحبت گفتم
این آرتیست ها و موزیسین های ما میخوان یک کار متفاوتی انجام بدن به گفته خودشون، به اصطلاح خودشون، اما نمیدونن چه کاری، یا یک چیزی میخوان ولی متاسفانه نمیدونن اون چیزی که مد نظرشونه دقیقاً چیه. مشکل بسیار بزرگی خواننده های معروف ما و حتی جوون ها هم اینه که اصلا دوست ندارن سراغ تحقیق و بررسی تجربه ها و موارد مشابه برن. یعنی اینکه دلشون نمیخواد نظر یک آدمی که تو این زمینه صاحب نظر هستش، مثلا تو بحث تولید موسیقی صاحب نظره یا مثلا تو بحث مشاوره رسانه و تبلیغات صاحب نظره رو جویا بشن. همیشه دوست دارن آرتیست های ما و موزیسین ها و خواننده های ما به خصوص افراد معروف که نظر خودشون دخیل باشه، که متاسفانه باعث میشه تصمیمات بسیار غلطی بگیرن، اشتباهات بسیار فاحش و مهلکی داشته باشن که روی آینده کاری خودشون تاثیر میذاره. و همون موضوعی که گفتم مبنی بر اینکه خودکشی هنری میکنن، دقیقاً این دخالت ها در تمامی امور و این بلا تکلیفی ها باعث میشه که آرتیست های ما زمانی که در اوج هستن یه سقوط آزاد خیلی عجیب غریبی داشته باشن. نکته آخر من توی این موضوع اینه که متاسفانه آرتیست های ما با شبی 3-4 هزار تا مخاطب، 100K 200K فالوور، نمیدونم 200K 500K یا 1 میلیون پلی به جایی میرسن که تصور میکنن دیگه از همه چیز و همه کس بی نیازن و اون استادگوها، داداشگوهایی که در کنارشون هستن میان راهنمایی های غلط میدن بهشون، به اون بلا تکلیفیشون دامن میزنن و در نهایت اتفاقاتی که نباید براشون میفته. حرف من با شمایی که خواننده‌ای، شمایی که موزیسینی، چه معروف چه جوون، اینه که همیشه باید به منتقدهای خودتون، به آدم‌هایی که توی تیم خودتون نظر منفی میدن هم مجال و فرصت صحبت بدید. همیشه کسی که با شما مخالف باشه، نقد بکنه حرف شما رو، بدخواه شما نیست، در حالی که هر زمان دیدیم، خودتون هم دیدید، اونایی که همیشه باهاتون موافق بودن خیلی براتون تصمیمات غلطتری گرفتن و اشتباهات بدتری رو باعث شدن که شما داشته باشید.